ولاگ امروز یه دونه تتو داره. با من همراه شین تا مراحل کار رو با هم ببینیم. همیشه قبل شروع کار یه مقدار روتین وجود داره که از ست کردن دستگاه و سوزن و میز کار شروع میشه تا گراف زدن و انتقال اون روی پوست مشتری. توی تمام مراحل چیزی که مهمتر از همه کاراست میدونی چیه؟ باریکلا، بهداشت و ضد عفونی بودن محیط و متریاله. هر موقع خواستی تتو بزنی اول ببین آرتیستت حواسش به این چیزا هست یا نه. اگه شک کردی به نظر من سریعا صحنه رو ترک کن. از خوش‌وایب بودن مشتری که هر چی بگم کم گفتم. خدایا بیشترشون کن که کمبودشون شدیداً احساس میشه. الهی آمین. حالا تتوی امروز یک کلمه است. یک کلمه با یک معنی ساده ولی الهام بخش. کلمه عهد. این تتو رو برای یادآوری به خودش و عهد و پیمونی که با خودش گذاشته بود روی بدنش تتو کرد که هیچ وقت از این مسیر فاصله نگیره. الان دارید محیط سالن رو میبینید، ولی خب بهتون بگم این سالن قدیمی، الان توی سالن جدید دارم کار میکنم. سبک اجرای کار به صورت دات ورک و شیدینگه و در نهایت میتونید انتهای کار ببینید که چقدر این سایه های تیره و روشن ویو جذابی به تتوش داد. ممنون میشم که نظرتون رو بهم بگین و در آخر مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین.